واقعا منظره های خیلی خوب و زیبا هم دارد. چنانه که ما گفتیم شویتسر دولتی خیلی ترقی کرده است. زندگی برای مردم است یا با عباره دیگر حیات برای مردم است. تا ندانیم نادانیم. گفتن ممکن است که مردم کمبغل در شویتس زندگی نمی کند، چون دولت با آنهایی که حیاتشان زندگیشان سطح پایان است با آنها کمک می رساند. تجربه جمعی عمل برابر به پیشروی است. مکتب ها بیپول است برای کودکان و آنهایی که اقتصادیاتشان کمی پایانتر است یک مبلغ معین به هر ماه میسپارند برای مکتب، لیکن آن مبلغ خیلی ناچیز است و آنهایی که کار میکنند و معاش خوب دارند برعکس آنها کمی مبلغ زیادتر، یعنی از روی درآمدی خانواده حساب کرده مکتب پولی یعنی پرداختی هر ماهی مکتب پرداخته می شود. تقریبا در شویتس 45900 نفر گرفتار کرونا ویروس شدند و از این نفران 4000 تقریبا 700 نفر فوتیدند. تا ندانیم نادانیم. شکل پوره برنامه در شبکه زمانی دانستن. مرحمت به شبکه ما عبور شوید.